خب اینم نه. پیداش کردم. خودشه What؟ چه کار نمیکنم؟ عاشق شکلاتم. سلام، من مهرپویا هستم. امروز میخوام یه آموزش خیلی خفن با شکلات بهتون یاد بدم و اما خبر بهتر، فقط با شکلات نمیتونید، با بستنی هر چیزی، غیب و ظاهر کردنش، پشت گوشت این سری چیزا رو ظاهر میکنن، پشت گوشت چیزی در میان و بهت میدن، سکه یا هر چیز دیگه. امروز ایده پردازیش، آموزش این شعبده فوق العاده است، فوق العاده. یادتون نره قبل از که بریم سراغ آموزشش این کانال رو سابسکرایب کنید و لایک و زنگوله رو بزنید. زنگوله که این علامتش زیره واسه چیه؟ اولین نفراتی باشین که این ویدیو رو میبینید. و در مورد نظراتی که پای ویدیو ها می‌نویسین همه رو میخونم و بر حسب نظرات شما پیش میرم. این کانال بهترین شعبده بازی ها رو براتون آماده میکنه. یعنی در واقع خواستم این بوده. بریم واسه آموزش. خب این در مورد شکلات میتونه کیت باشه، میتونه نانی باشه، هر مارکی خودتون میخواد. حتی لازم نیست اینطور باشه، این ردیفی‌های چارتایی هم میتونه باشش، مشکلی نداره. بریم سراغ رازش انقدر ساده است که وقتی فهمید خندتون میگیره. میگه رازش چیه؟ رازش اینه. خیلی ساده، همونطور که میبینید توش اسفنجه، کلش اسفنج توش قرار داده شده و باعث میشه شکلات صاف نگه داشته بشه. خیلی راحت میبینید ریز کردم و با دقت کردم داخلش. میبینید خالی میشه. خب میرید توی پلاستیک فروشی یا لوازم بهداشتی فروشی مثل تی، نمیدونم تاید، اینا که عینه میفروشن، که میرید میگید من یه دونه اسفنج میخوام. اسفنج معمولا اینقدر قیمتش هم فکر کنم الان 2-4 تومن بیشتر نباشه. اینا رو به این صورت تیکه نمیتونید دقیقاً هر تیکه میکنید. فقط یادتون نره بالاشو پاره کنید. اینطوری پاره نکنید، فقط بالاش اینطوری بگیرید، یه ذره بالاشو پاره کنید. اگر هم خیلی سختتون هم بغل پاره کنید، ولی خب چسب دقیقی بعد بزنید. اینم داخل. مثل من چسب نواری نزنید، فقط خواستم نشونتون بدم چسب مایع بعد بزنید، چون خواستم سریع باز بشه که برای آموزش به این شکل درش هم سعی می‌کنید ببندید و به این شکل قرار میگیره. خیلی راحت اینطوری و بعد بنگو اینطوری پرتش می‌کنید. بنگو متوجه یا تو دستتون مشتش می‌کنید. الان میرم سراغ این یه سبکشه، الان میرم سراغ سبکای بعدیش. خیلی ساده است و خیلی هم فانه. بریم ببینیم چند نوع میشه این کارو انجام داد. خب میریم سراغ سبکایی که میشه انجام داد. نگاه کنید اینه، نگاه کنید دستتون اینطوری نگه می‌دارید، طوری که این دستتون ولی به همین حالت بگیرید و خیلی سریع با انگشت اشارتون میزنید بغل این. نگاه کنید بنگ بغل این در میاد. یادتون نره دوباره تاکید میکنم این ورش رو باید چسب مایع بزنید که اینطوری مثل بغلش بچسبه. اوکی بنگ. اوکی متوجه قشنگ میزنم اینجا. خب انشالله کرونا نباشه. خب میزنم اینجا. حالا 1 2 بنگ، 1 2 بنگ. این انقدر استفاده شده ذره خم میشه. میتونید اسفنجش زیاد کنید که مقاوم تر باعث. حالا یه نکته دیگه، دستتون اینطوری مشت میکنید میذارید روی صفحه. به هر حال میدونید یه شکلات توی مشتتون جا نمیشه. اینطوری دستتون میکنید تو آروم توشون که در آوردن. شکلات هم سعی کنید شکلش از دست نده. مثل این بکنید یه مانیتوره، مثلا میگه مانیتور میخوام شکلات بکشم بیرون، میزینه با دوستاتون نشون دوستاش پراشون میریزن. خب این دوتا روشش بود. یه روش دیگه میتونیم بهش اشاره بکنیم، اینه که اینطوری مشتش کنید، باز اینطوری کنید، فقط به جای اینکه اینطوری کنید اینطوری کنید. ببرید سمت یه لباسی کسی از شکم طرف. ببینید کلی ایده میشه داد. در مورد بستن مثلا یا روی میزه شما یا اینطوری شد اینطوری کنید و دوباره سالم درش بیرون بگین، حتی خوردم نشد. در مورد بستن
بستنی به همین شکله، ولی خب شکلات بهتره. بستنی اگه خواستید میتونید این کارو بکنید، بیشتر برای مخاطب حضوری نه، واسه ویدیوهاتون اگه میگیرید. و خدمتتون عرض باید بکنم که شکلات‌های 4 خونه، هر چیزی که تو همین مایاست، حتی خمیردندون، هر چیزی که به ذهنتون میرسه رو میتونید باش این روش و ایده رو پیاده کنید که فوق‌العاده است و خیلی کمیاب انجام بدید. یادتون نره شکلات رو نباید یه طوری در دسترس قرار بدین که طرف سری بخواد ازتون بگیره، بعد بزنید تو جیبتون، بعد بگی الان نمیخورمش، بعد یه دونه بغلش داشته باشی یا اینو پرت کنی بره، حالا بعدن یه دونه میسازی همون شغل اصلی رو بذاری تو جیبت بمونه، یا قایمش کنی بذاری تو جیبت، بذاری تو کیف پولت و همینجا جا میگیره. خیلی ساده است. امیدوارم از این شعبده بازی لذت برده باشین، آموزش‌های کافی رو دیده باشین. عذرخواهی میکنم که دیر ویدیو میشه، چون سعی میکنم بهتری در خدمتتون قرار بدم. اینستاگرام رو دنبال کنید و خدا